حل مدل‌های لگرفمی این موضوع درس کشاد معلم فن الگبرا سهراب علیمجانوف بود. درس کشاد با اشتراک خوانندگان صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی غیر دولتی عرفان دایر گردید. همچنین مهمانان از دیگر مکتب‌های شهر خوجند و شعبه معارف شرکت داشتند. سرآغاز معلم فن الگبرا سهراب علیمجانوف خوانندگان را به سه گروه از روی خواهش و ذوق جدا نمود. این سه گروه طبیبان، برنامه‌سازان و اختصاصیان نام‌نویس گردیدند. مقصد تشکیل گروه این در آینده از روی اختصاص خود به ساحه متماتیک نظر کردن است و طریق متدهای گوناگون حل نمودن معادله‌های لگرفمی میباشد. قسم برنامه‌سازان دیده شد که نظریه شنن، این نظریه شنن با زبان در تاجیکستان، یعنی در درس‌های تاجیکستان اگر تئوریاهای جهانی استفاده شود، این یکی از پیشرفت‌ها از ساحه مدیسین باشد. فرموله ویبر استفاده شد. ویبر این یکی از پیشروهای کلان. خب آینده در ساحه خود کار میکنیم. در آینده در تاجیکستان جوان ساحه‌های فن‌های به تحقیق وابسته رو پیش بردن در کوهستان است. درس کشاد با اصول اینتراکتیوی و آزاد صورت گرفت. خوانندگان فعال بودند. در درس اصولهای نو به زمان مطابق و با متد صلاحیت‌ناک گذرانده شد. در درس 7 متد برای حل معادله‌های لگرفمی استفاده گردید. معلم به شاگردان وابسته به متد مثال‌ها آورد. مهمانان و اشتراکچیان درس کشاد نمونوی پیشنهاد نمودند که در حالت با چنین طرز گذراندن درس‌ها در آینده متخصصان با تجربه آماده می‌گردند. Сегодня у нас проходил открытый урок на тему логарифмы и применение их на практике. Я была координатором медицинской группы, и наша тема называлась формула Вебера и его использование. Нами была выбрана эта тема, потому что она является действительно интересной, и по этой формуле можно находить различные ответы. Все наши уроки проходят так же замечательно, как и этот. И хочется сказать, что тема нашего урока была очень актуальной. Наша тема была логарифмы. И логарифмы, они используются очень часто в нашей жизни, действительно, и в экономике, и в медицине, и в программировании, и в разных других сферах. Мои ощущения от этого урока очень замечательны, и я думаю, что другим нашим специалистам и преподавателям по математике тоже наш урок очень понравился. همساله از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان دقت مخصوص به ساحه معارف علل خصوص به فنهای دقیق داده می شود. این است که مؤسسه های تعلیمی خصوصی و دولتی توجه مخصوص به فنهای دقیق نموده همیشه بهر تیار نمودن متخصصان ورزیده تلاش می نمایند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی غیر دولتی عرفان در آینده نیز نقشه دارد که گذراندن درس‌های کشاد را زیاد نماید. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.